درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه خورشت شیش انداز بادمجان درست کنیم. یکی از اون خورشت‌های محلی استان گیلان هستش که فوق‌العاده خوشمزه است. تا آخر ویدیو کنار من باشید. این خورشت بدون گوشت درست میشه ولی فوق‌العاده است دیگه طعمش. به جرات میتونم بگم یکی از اون خوشمزه‌ترین خورشت‌های بدون گوشت هستش. همه این نکات این خورشت رو من بهتون میگم، تا آخر ویدیو کنارم باشید. برای درست کردن خورشتمون 4 تا قاشق غذاخوری روغن مایه رو میریزم تو ظرف. یه دونه پیاز رو ریز خورد کردم به روغنم اضافه میکنم. میتونید پیازتون رو رنده درشت هم رنده کنید و سرخش کنید. حالا اجازه میدم پیازم تفت بخوره طلایی بشه. نکنید دوستان، پیازم تفت خورد طلایی شد. حالا بهش ادویجات اضافه میکنم. یه قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه. حالا در حد 30 ثانیه من اینا رو تفت میدم. تا این تفت بخوره من یه توضیح بدم براتون در مورد گردویی که آماده کردیم. نکنید دوستان، من اینجا 300 گرم گردو دارم. نرم آسیابش کردم. میبینید؟ حتما گردوتون رو اون روزی که میخواید خورشتتون رو آماده کنید آسیاب کنید که کیفیت بهتری داشته باشه، خورشتتون رو طعم خیلی خوب تری بده. حالا من این گردو رو اضافه میکنم به پیازم. گردومو که اضافه کردم، حالا 2-3 دقیقه من این گردو رو با حرارت ملایم تفتش میدم. اون عطر گردو اجازه بدید که بلند بشه. شما اون بویی که از خامیش گرفته میشه حتما حس کنید. در اون حد کافیه، نذارید که گردوتون بسوزه. نکنید دوستان، خامی گردوم گرفته شد، کامل بوی تفت خوردگیش بلند شده، ولی اجازه نمیدیم که بسوزه گردو سیاه بشه. حالا من بهش 1 لیوان سس انار اضافه میکنم. اگر به حالت رب دارید استفاده میکنید، ربای محلی که سفت هستش، اندازه 3 تا قاشق غذاخوری سرخور بهش رب انار استفاده کنید. حالا من یه مقدار هم اندازه 1-2 دقیقه دیگه با رب اناری که داخلش ریختم تفتش میدم. من اینجا یه مقدارم رب انار رو تفت دادم با گردوهام. اون خامی رب انارم گرفته شد. حالا توی این مرحله بهش 3 تا لیوان آب سرد اضافه میکنم. نکنید آب رو اضافه کردم. حالا این همینطور که داره میجوشه کامل با هم دیگه مخلوط میشه و باز میشه از هم. درش رو میذارم، اجازه میدم به درجه جوشیدن برسه. نکنید دوستان، خورشتمون شروع کرد به جوشیدن. حالا توی این مرحله من به چند تا تیکه یخ اضافه میکنم که روغن پس بده، شوک وارد بشه و گردومون روغن پس بده. حالا من اینو دیگه میذارم روی حرارت کوچیک‌تر تا 1 ساعت و نیم بهش زمان میدیم کامل بپزه و جا بیفته. توی یه دونه مایتابه به اندازه کافی روغن بریزید. اجازه بدید که داغ بشه روغنتون. نکنید دوستان، من خورشتم گذاشتم رو حرارت ملایم، داره برای خودش میپزه. حالا بقیه خورشت رو میخوایم با هم دیگه آماده کنیم. روغنمون ریختیم تا داغ بشه. من اینجا 1 کیلو بادمجون دارم. بادمجونامو رو نمک پاشیدم. اجازه دادم نیم ساعت با نمک موند. بعد با آب شستمشون، گذاشتم آبشون رفتش. حالا آب بادمجون رفته. نگاه کنید بادمجون رو به شکلی که دوست دارید خورد کنید. من یه مقدارش رو، یعنی بیشترش رو حلقه خورد کردم. یه مقدارش هم به این حالت ورقه خورد کردم که ظاهر خورشتم خوب باشه. ولی حتی میتونید حالت نگینی خورد کنید بادمجوناتون رو، یعنی هر جور که خودتون دوست داشته باشید. حالا بادمجون رو میذاریم توی روغن و سرخشون میکنیم دو طرفشون رو. روغن من هنوز زیاد داغ نشده، اجازه میدم یه مقدار دیگه داغ بشه. بعد بقیه بادمجون رو میچینم توش و سرخشون میکنم.
دوستان خورشتمون نگاه کنید 1 ساعت و نیمه که داره میپزه، جا افتاده حسابی. بادمجونامو سرخ کردم، آماده است. حالا بادمجونا رو میچینیم توی خورشت. حالا دوستان توی این مرحله بعد که بادمجونامون رو چیدیم درش رو میذاریم، اجازه میدیم با حرارت ملایم 1 ربع دیگه بپزه. بیشتر از 1 ربع نذارید که بادمجونا داخل خورشتتون بمونه چون له میشه. به خاطر همین سر 1 ربع زیرش رو خاموش کنید. بعد یه چیزی در مورد خورشتمون من فراموش کردم، حتما میزان شکرش رو بسته به ذائقه‌تون خودتون تنظیم کنید. این خورشت اصلش اینه که ترش باشه، ولی شما به ذائقه خودتون نسبت به ذائقه‌ای که دارید میتونید ملس استفاده کنید. من خودم هم یه مقدار توش شکر ریختم ولی فراموش کردم که اون لحظه ویدیو بگیرم و بهتون نشون بدم. اندازه 2 تا قاشق غذاخوری من بهش شکر اضافه کردم و همچنین نمک هم من نزدم چون بادمجونام نمک داشتش. نمک هم به اندازه‌ای که میخواید بهش اضافه کنید. حالا درش رو میبندم، اجازه میدم 1 ربع دیگه با حرارت خیلی ملایم بپزه و دیگه زیرش رو خاموش میکنم. دوستان خورشتمون آماده شد، جا افتاد. نکنید من گذاشتم 1 ربع با حرارت خیلی ملایم پخت با بادمجونا. بعد از اینکه با بادمجونا پخت حرارت رو خاموش کردید، اجازه بدید 1 ربع دیگه با حرارت خاموش بمونه، بعدن سروش کنید، بریزید تو ظرفی که دوست دارید. حالا من اینو میریزم توی ظرف مورد نظر، کنارش هم کته فوق العاده میشه دیگه. من میریزم و بهتون نشون میدم. بفرمایید دوستان خورشتمون آماده شد، من ریختم توی ظرف. امیدوارم که دوست داشته باشید، درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. فوق العاده است دیگه من بیشتر از این تعریف نمی‌کنم که خودتون درست کنید. من تا اونجایی که میشد همه این نکات درست کردن این خورشت رو بهتون گفتم. اگه چیزی جا مونده باشه حتما توی دیسکریپشن براتون مینویسم. اسم منم هنگام است. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. ویدیو دیگه هم همدیگه رو می‌بینیم.